بحث امروز ما دوستا درباره اتوماسیون است. ما می‌خوایم که در قدم نخست روی اتوماسیون تعریف داشته باشیم که اتوماسیون چیست. اتوماسیون به معنای اتوماتیک سازی هست. طوری که ما در درس قبلی خود هم خواندیم، دنیای امروز در مجموع نتورکینگ امروز یک نتورکینگ خیلی پیچیده که متشکل از صدها حتی هزاران دیوایس است و ما دقیقاً اگر بخوایم به مثل ترادیشنال یا قبلی کانفیگر کنیم، ما ضرورت به این داریم که باید و هر کدام از کامپیوتر خود یا سویچ یا راوتر خود با استفاده از SSH یا تلنت وصل شویم و اونا رو یک کانفیگر کنیم. خب حالا شما تصور کنین مثلا شما در یک نتورک کار میکنین یا مسئول مدیریت یک شبکه بزرگ هستین، به طور مثال شما ضرورت میشه که همزمان بالای 20 راوتر کار کنین، یعنی در 20 راوتر مثلا یک لوپگ اینترفیس کرییت کنین یا راوتینگ انجام بدین. خب مطمئنا کاری است که بسیار وقتگیر و همچنان ریسکش زیاد و همچنان احتمال اشتباه کانفیگریشن کردن بسیار زیاد و یک کاری از تکراری و نسبتا هم خسته کن. بنابراین روشی که ما امروز می‌خوایم برای شما معرفی کنیم دوستا در حقیقت تکنولوژی جدید سیسکو هست و سیسکو هم همه کارمندا و همچنان مشتریای خود تشویق میکنه که تا باید از یکی از پروگرام‌ها یا به اصطلاح یک از پروگرام لنگویج‌ها به خاطر کانفیگریشن استفاده کنه و ما شما مجموعی از پروگرام‌ها یا لنگویج‌های را در اختیار داریم و از جمله چیزی که در سیسکو خیلی زیاد ریکامند میکنه در حقیقت پروگرام با زبان برنامه‌نویسی پایتون هست. خب پایتون یک زبان برنامه‌نویسی خیلی خوب و بسیار قدرتمند است که میتونه مثلا هر نوع پروگرام رو شما توسط پایتون بسازین یا هر نوع اپلیکیشن دیولپ کنین. شما از یک اپلیکیشن های موبایل گرفته تا هر نوع دسکتاپ اپلیکیشن یا هم حتی مثلا سرور بیس اپلیکیشن ها دیزاین کنین و همچنان پایتون همخوانی خوبی داره. اگر شما مثلا با پایتون بلد باشین میتونین با دیگه برنامه‌های آبجکت اورینتد مثل جاوا، مثل C++, C حتی PHP کار کنین، یعنی تفاوت زیاد اینا با هم نداره. خب ما امروز مشخصا میخوایم این کار کنیم که ما چگونه میتونیم پایتون رو در کامپیوتر خود نصب کنیم و همچنان چگونه میتونیم کدهای خود رو بنویسیم و کد بگیریم و در روزهای آینده باز ما شما با استفاده از زبان برنامه‌نویسی یا کامندهای پایتون ما میتونیم برنامه‌های سیسکوی خود با دیوایس‌های سیسکوی خود وصل شیم و اونا رو کانفیگر کنیم. خب به خاطر اینستالیشن پایتون شما سیمپلی بیاین در قدم نخست در وبسایت مربوطی در وبسایت مشخصی بخش پایتون که شما میایین در python.org در این سایت که آمدین دوستا، شما در قدم اول باید بیاین مشخصا روی دانلود کلیک کنین و بعد هم در بخش دانلود شما میتونین اینجا بزنید دانلود رو داشته باشین برای ویندوز و اگر مک یا کام اپراتینگ سیستم دیگه استفاده میکنین میتونین از لینک استفاده کنین، ولی به هر حال شما روی دانلود پایتون کلیک کنین برای این سادگی دانلود میشه. خب ما از قبل دانلود کردیم، ما میایم استفشان رن میکنیم راست کلیک و همچنان اوپن مثل یک اپلیکیشن ساده یا مثلا اپلیکیشن های معمولی که ما هر روز استفاده میکنیم مثل اینا میتونید شما دانلود کنین و نصب کنین. خب در این ساحه کامل دو آپشن داره برای ما اینستال ناو داریم و کاستومایز اینستالیشن. شما همیشه اد پایتون 3.9 پچ رو فعال بسازین چون این آپشن خیلی مهمی است و همچنان بالای اینستال ناو کلیک کنین و منتظر باشین تا اینکه پروگرام نصب شود. خب بعد از اینکه ستاپتون کاملا نصب شد شما کلوز میکنین و بعد هم باید بیاین در cmd و همچنان کامند پرامپت باید راست کلیک کنین و رن از ادمنستراتور میگیرین و باز هم یس. خب در اینجا شما باید نوشته کنین 53 install -u netmicro. دوستان netmicro که است در حقیقت پایتون لایبراری هست، مثل هر لنگویج دیگه پایتون دیگه لایبراری مخصوص خود استفاده میکنه به خاطر ترجمه نمودن کدها. خب شما وقتی کامند رن کنین در حقیقت لایبراری یا به اصطلاح نتمایکرو فعال میشه و بعد هم ما باید کامند دیگه میتونیم نصب کنیم و در مجموع پروسه انستال کردن ما تمام میشه. خب ما منتظر می باشیم تا اینکه نتمایکرو کاملا دانلود شود و نصب شود. یادتان نروه که زمانی که شما پایتون نصب میکنید
باید کامپیوتر شما به اینترنت وصل باشه. خب یک چیزی حتمی هست، خاطر که بعضی چیزای خود هم معمولا آنلاین میگیرن. خب موقع اینستالیشن پایتون بعضی وقت دوستای پیام میاد برای شما you are using pipe version 20.2.1 however 20.2.4 is available. به این معنا که شما پایپ اپدیت ندارین، یعنی شما باید اپدیت ترین پایپ نصب کنین تا اینکه پروگرام برای شما کار کنه. خب اینجا خودشون راهنمایی میکنه should consider upgrading via شما دقیقاً این کامندشون کپی بگیرین، راست کلیک کنین مارک و از اینجا میشه کامند شما مثلا ما یک بار کلشان کپی میگیریم به خاطر که کدام بخش از پیش ما لاس نشوه. بعد با کلید انتر کپی میکنین و میایین در صفحه نوتپد میشه کدتان پیست میکنین و شما دقیقاً بین دو کوتیشن کامند رو انتخاب میکنین. هم پاک میکنیم و همچنان از اینجا هم الو کوتیشن البته پایپ باشه و بعد هم این دوباره ما میتونیم که به شکلی مثلا یک جای بسازید و بعد هم کامند دوباره کپی کنین و در صفحه CMD راست کلیک پیست بگیرید و بعد هم انتر. خب حالی پایپ ورژن جدید انستال میشه و فعال میشه. خب اینا معمولا فایلایی هست خیلی سایزشون کم است، مثلا در مجموع فعلا 1.1 MB سایز پایپ جدید ما هست. خب در اینجا هم پیام برای ما سکسسفولی ان انستال پایپ ورژن قبلی و بعد هم ورژن جدید رو برای نصب میکنه. ما باز هم منتظر میمانیم تا ورژن جدید نصب شه و باز هم پیام سکسسفولی انستال پایپ 22.4 باید شما دریافت کنید. خب آخرین کامندی که ما داریم دوستان، ما باید نوشته کنیم پایپ اینستال نت مایکرو. نت مایکرو ما باید در کامپیوتر خود اینستال کنیم و باز همین تر و در این قسمت برای ما فکر میکنم یعنی قبلی نصب شده و کدام چیز دیگه ای نمیخواد. خب حالا ما کد خود بررسی میکنیم پایپ اینستال نت مایکرو. بله ما کدام چیز دیگه ای لازم نداریم دقیقاً، یعنی کل چیزی که ما لازم داشتیم نصب شده. پس شما میایین در بخشی در سرچ و اینجا هم شما میشه که پایتون کامل بنویسین و اینی بخشی به نام IDLE پایتون گزینه رو انتخاب کنین تا اینکه پایتون باز شود و شما اگر خواسته باشین صفحه خود مثلا فعلا یک تکست خیلی ساده و یک بک‌گراند سفید داره، اگر شما موقعی کد نویسی نمیخواین از یک بک‌گراند یا فونت استفاده کنین، به هر حال شما باید بیاین در بخش آپشن حالا کانفیگر IDLE کلیک کنین و در این قسمت شما تمای مختلف دارین. مثلا ما فونت سایز خود میخوایم 12 باشه، مثلا بعد هم بیاین در بخش هایلایت مثلا میتونین شما اینجا مثلا کلاسیک استفاده کنین، دارک باشه یا نیو خودتون طراحی میکنین. در حال ما فعلا به شکل دارک باشه و بس هم اوکی مسافه تکست ریتمنت البته شما فونتش هم تغییر داده میتونین و خیلی مشکل. خب بیاین در قسمت فایل بالای نیو فایل کلیک کنین، فایل تان سیو میکنیم. مثلا ما فایل خود میتونیم در دسکتاپ ذخیره کنیم به طور مثال به نام test.py اکستنشن پایتون هست. خب حالا شما در این قسمت میتونید کدای خود بنویسین. خب وقتی معمول ما شما به خاطر که اولین پروگرام داشته باشیم میشه ما شما پیامی hello world امتحان کنیم. شما باید نوشته کنین hello world و قوس بسته و حالا میایین در بخش رن بالای رن مودیول کلیک میکنین یا F5 میزنین پیام ما سیو بگیرین و در این قسمت دقیقاً برای ما شما پیام یا جمله hello world ما پرینت میکنه. این به این معنی که فعلا پایتون موفقانه نصب شده و ما میتونیم مثلا هر نوع اپلیکیشن یا هر نوع کد را در این صفحه بنویسیم. مثلا ما میتونیم واریبل معرفی کنیم، گرچه ما این رو در روزهای بعدی هم یک مثال کار میکنیم. مثلا شما نوشته میکنین a مساوی به c، مثلا b مساوی به 50 و همچنان x مساوی به a جمع b و شما میایین مثلا نوشته میکنین print قوس باز x قوس بسته و run. اوکی میبینیم که 30 و 50 رو با هم جمع میکنه 80. یعنی میبینیم که ما پایتون یک واقعا چیزی خوبی است که ما شما حتی در کد نویسی برای ما سهولت آمده. ما ضرورت بکنم سیمیکالن یا مثلا در خیلی جاها در کوتیشن یا مثلا خط میکنم استیتمنت یا مارک مخصوص چیز لازم نداریم مثل زبان های دیگه. فقط شما میتونید واریبل های خود معرفی کنین و کار کنین.
خوبی بود درس امروز ما. البته یک نکته دیگر هم فراموش نکنیم که ما حتی پایتون رو میتونیم با نوتپد هم استفاده کنیم، یعنی ما میتونیم از نوتپد هم من تکست ادیتور پایتون استفاده کنیم، ولی ما خود ما شخصا برای شما پیشنهاد میکنیم شما به خاطری که یک تکست ادیتور استاندارد خوب داشته باشین، به خاطر پایتون نوشتن کدهای پایتون شما میتونید به سایت JetBrains پایچارم اینی در خطه ای سایت برین و بعد همینجا کلیک کنین. خوب است که شما یک تکست ادیتوری یا به اصطلاح یک تکست ادیتوری که مثل ما در جاوا مثلا اکلیپس یا نتبین استفاده میکنیم، شما در پایتون هم دقیقاً میتونید از پایچارم استفاده کنید. بالای دانلود کلیک کنین و معمولا در اینجا دو گزینه میده. خب ما گزینه فریش انتخاب میکنیم، شما فقط بالای دانلود کلیک کنید، سیمپلی پروگرام دانلود میشه و بعد از اینکه دانلود شد شما در کامپیوترتون نصب کنین و ما شما در روزهای آینده باز به خاطر کد نویسی خود از پایچارم استفاده میکنیم. خب چون ما دانلود کردگی دارم فعلا میشه کنسل کنیم و شما هم حتما همین مقدار درس در همین مقدار پیشرفت باید در کارتان در بخش پروگرامینگ داشته باشین، چرا که ما در لکچر بعدی خود قرار است که کدهای بیشتر و همچنان کانکت کردن مثلا صفحات البته کد نویسی خود را با سویچ و راوترهای خود مسائل کار کنیم.